بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه خدایی که جان آفرید، حکیمی سخن هم در زبان آفرید، یک بار در سوال کردن که آیا صدقات فطر با اکاو داده می شود یا نه؟ عزیزان من، انشاءالله صدقات فطر اصلا در کتاب های مسئله فقهی نزد امام اعظم رحمت الله علیه که ما در نوارمون هم برآمد کردیم، یعنی 8 گروه انسان ها: قرضدار، کمبغل، بیچاره، یا که اینکه مدیو قرض داره، یا که طالب علمه، یا که مسافره، انشاءالله ما بیان کرده بودیم انشاءالله خدا خواهد. فقط صدقات فطر داده نمی شود، پدر به بچه داده نمی شود، بچه یعنی با پدر چطور که بالا برود تا بابا آچه میخواد داده نمی شود، یا که بچه مرد بزنه، زن به مردش، یا که فرزنداش این طرفش تا نیبره هاش هم میروند، یعنی زکات یک گشن دادن درست نیست صدقات فطر. بغیر از این خدا خواهد، اینا چون که ریشه اصلی هستن، ریشه اصلی نمیشد. فرق گفته شاخا، زمان عمک، بچه عمک، تا آقا، خاله، دیگر. همین هم در کتاب مسئله فقهی گفتیم که امام اعظم رحمت الله اگر یعنی کم بغل باشه داده میشه یک دادن، اگر بای باشه نصابی زکات داشته با خودش تین یگانه نباشه دادن همین هم جایز نبوده، لیکن جایزش فقط اگر چی باشد محتاج باشد. حقیقتا من که یک برادر سوال کردیم که در شهر مسکو یعنی برادرم زندگی میکند، بسیار احوالش بده، آیا من بتیم میشود؟ درسته خدا خواهد انشاءالله. من صدقات فطر امسال عزیزان من یعنی در جای ما خدا خواهد در نوعی سوخ زمین ما شما یعنی 10,000 شد، چونکه یعنی گندم از 4 تا 5 کشیده بود است، مومیانه 2 کیلو گندم یعنی 10,000 کرده. مریض خدا خواهد انشاءالله 100,000 کسانی که بایستن انشاءالله قیمت‌تر کردن انشاءالله بالا میشد، یا خرما 160,000 انشاءالله خدا خواهد، یعنی 4 کیلو خرما میشد. کسانی که سال بایتر هستن بیچاره کم بغلا هم نوادش کنه انشاءالله خدا خواهد. البته انشاءالله خدا خواهد با بلندتر ادا کنن، با نور بالا میشه. نک صدقه یعنی زکات خدا خواهد انشاءالله مال باشد 35,700,000 سوم نصاب شد، همین 2.5 فایز انشاءالله خدا خواهد 85 گرم طلا 2.5 فایز انشاءالله خدا خواهد داده میشد. کسانی که روزه نمیگیرن، عذر دارن، بیمار هستن و یا البته تا 25,000 سوم باید که انشاءالله فدیه روزشون بتیان. اگر با صحت شوند میدارن، نشوند انشاءالله خدا خواهد ضرر ندارد انشاءالله. همین سال خدا خواهد عزیزانی من البته ادا کنید، چون که اندر وقتامون 10 روز دیگرمون، چون که البته صدقه این واجب است. خدا سبحانه و تعالی در سوره خدا خواهد اعلا این خدا خواهد بیان کرده که صدقات فطر دادن انشاءالله خدا خواهد این با آیت کریمه وارستگی. البته انشاءالله خدا این ادا کردن انشاءالله حرکت کنیم تا که روز ایدم بیچاره ها، کم بغلک ها یک شادی، یک در خانه دایای خدا خواهد دیگ شد، یک خستنی آشکارا شد با انشاءالله الله از ما و شما انشاءالله راضی میشود. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.